آیا شده اینطوری با خدا صحبت بکنید تو مصیبت، تو سختی؟ ما تا فشار بهمون آمد نه نماز میکنیم، نه روزه میگیریم، نه استغفار میکنیم، در صورتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که همیشه بر سختی وضو بگیرید، تو سختی 4 تا کار انجام بدید. وقتی که سختی تو زندگی آمد استغفار بکنید، توبه بکنید، وضو بگیرید، صدقه بدید. استغفار بکنید، توبه بکنید، وضو بگیرید، صدقه بدید. تو سختی ها این مطلوبه. وقتی که سختی می آمد، تحقیر می آمد، پیامبر پناه به نماز می برد. خسوف کسوف. وقتی که بلا نازل می شد تو 5 وقت نماز دستور میداد کل مساجد همه چه تو منطقه یا مدینه و اطراف مدینه همه قنوت بکنن هر 5 وقت.